عجب آفتابیه. همکنون که داریم میریم نمایندگی یه چراغ دیگه هم روشن شد. قسمت وقتی میگی ماشین صفر که مشکلی نداره، فقط چراغاش بی خود روشن میشه. اصلا نمیدونم اینه دیگه، نمیدونم چیه. چراغ لرزش نمیدونم چراغ چیه. نه اون دو تای دیگه رو میدونم چیه. شد الان روشن شد، مثلا تو راه برگشتن نمایندگی روشن نشد. دوستان بهنام موتور دارن. سلام خسته نباش. چراغ چک و باد لاستیک و اینم نمیدونم چیه روشن شده، خاموش نمیشه. عرضم خدمتتون که این دوتا 1800 تا کاره. آره 1800 تا کار. خیلی عجیبه واقعا. حالا نشون ماشین این روز 1800 تا کار کرده تازه. چی شد؟ ماشین رفته بررسی بشه، هنوز معلوم نیست. مال بنزین بوده. مال کیفیت بنزین؟ مال کیفیت بنزینه. این برگ سبز تو بده من. اینا ببرمش. آقا از من نزار. باشه خدافظ. گفتم ازشون تصویر نذارید. چراغ چک مشکلش بنزین بوده، بنزین نمیدونم خوب نبوده. ماشین رو بهمون برگردوندن. آره گفتن ایراد از کیفیت بنزین بوده. خب هیچ مشکلی نداشته. الان چراغ چک خاموش. یعنی چراغ چک اصلا روشن نیست. خاموش. اون چراغ سنسور بادم گفتن بنزین باد انجام دادن، یه خورده کار کنه خودش خاموش میشه. خیلی هم عالی. این چراغم خاموش شد، امنیت برقراره، همه چیز عالیه. الان بدون فوت وقت بزنیم به دل جاده. امروز گفتیم تا این زمستون هنوز تموم نشده، برف و آب نشده، بیایم یه زمستون یه برفی ببینیم. البته هم خودمون همین بچه ماشینا میذاریم همینجا، میخوایم با صندلیامون بریم تو برف. دیروز رفته بودیم نمایشگاه گردشگری، گفته بودن چند تا ون این روز هم اونجا هستش که تجهیز شده. الان 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته است تو نمایشگاه بین‌المللی تهران. گفتیم بریم اونجا چون یه ون این روز اونجا اومده که تجهیز شده و ما دوست داریم بریم ببینیم که اون چه شکلیه تجهیز شدهش. خوبه آدم ببینه قبل از اینکه دست به اقدام‌های ناخوشایند بزنه. یه دو سه تا ببینیم جالب میشه. اگه بیشتر هم باشن که چه بهتر. حالا با هم بریم ببینیم چی میشه. آقا یه اتفاق عجیبی افتاده. من تو گروهی بودم که پوستر نمایشگاه دیدم، بعد زده بودن 6 اینجا باشی. نکنه منظورشون 6 صبح بوده؟ شانا 6 عصر. من فکر میکنم یا بسته است یا داره میبنده، یعنی دقیقه 90 رسیدیم. امیدوارم ببین ما اون یه دونه این رو تو ببینیم حلال شده. آره واقعا ما واقعا به خاطر اون اومدیم. خیلی ممنون. آره ما دوباره دوستای قدیمی، کسایی که کمپر اولمون رو ساختن رو دیدیم. آقا میلاد حال شما خوبی؟ چه چیز خفنی. آقا میلاد با محصول جدید، با محصول خیلی خوبه. خفن.
آقا دیدن واقعا ماندگارانه خاطره عجیبی رو توی ما زنده کرد، چون این چیزی که الان ساختن همون چیزی که ما اون روز اول میخواد و امسال تو نمایشگاه آوردنش خیلی هم خوشگل بود، خیلی خوب بود. یعنی برای کسایی که عاشق تراک کمپرن به نظر من بهترین گزینه است. آره همه چی داره. بعد دیگه بهمون اونا این سمتون هم بهمون گفتن باید بریم سمت غربی، بریم بدویم بریم ببینیم میرسیم یا دیر رسیدیم لعنتی. بچه ها رفتن، پارسال هم همینجا بودن. هیچ کمپری اینجا نیست. درسته که ون این روز رو ندیدیم، دیر رسیدیم، نمیدونستم واقعا. آره من دوست داشتم از نزدیک ببینم و خب قطعا هم میتونیم ببینیم، ولی حالا یه ذره طول میکشه دیگه. بریم بچرخیم. بریم دیگه. تموم شد. کجا تموم شد؟ راستی این تراک کمپر خفنی که دیدین گذاشتن برای فروش، اطلاعاتش رو توی دیسکریپشن میذاریم. پیج خود آقا میلاد هم تگ میکنیم، پیج اینستاگرامشون رو. اگه سوالی داشتین از خودشون هم میتونیم بپرسین. کجا باید بریم؟ نمیدونم، برف دیگه، اومدیم برف ببینیم. بلازم جلوتر نرو، بیا این بر. هندقه تا زانو تو برف میری. خیلی برفه. اونجا بهتره. اونجا هم میدونستی این راه روستا بوده بسته شده؟ آره دیگه. وقتی میگم برف دلم میخواد. خیلی خدایی، ولی خیلی وقت بود برف اینجوری نیومده بوده. آره آخه حدوداً 5-6 سال پیش. دوستان، کسایی که جدید به کانال ما اضافه شدین خیلی خوش اومدین. از زمانی که این ماشین رو گرفتیم ویدیوهایی که گذاشتیم بازدیدش خیلی بالاتر از قبل رفته و خب این بازدیدهای بالا نشون دهنده اینه که کلی عزیز و دوست جدید به جمع ما اضافه شده. به نظرم جا داره که یک بار دیگه خودمون رو به عزیزانی که تازه به چنل وارد شدن معرفی کنیم. با نام و یاد خدا. دوستان، من دورسام، بندم حدیثم و ما از دوران دانشجویی یعنی از سال 92 با هم دیگه دوست هستیم و از سال 97 شروع کردیم به سفر کردن و این رویای سفر کردن رو با هم دیگه رشدش دادیم، بزرگش کردیم. اولین سفری هم که با هم رفتیم ترکیه بود که با کوله پشتی رفتیم. 1 ماه نزدیک 10 تا شهر رو گشتیم. چیزی که از اول خیلی بولد نبود همین بودن تو سوشال مدیا بود، چون که ما اصلا ویدیو نمی گرفتیم، فقط سفر می رفتیم و به عشق سفر رفتن این کار رو شروع کردیم و انجام دادیم. ولی از زمانی که از همین 1 سال و 1.5 سال پیش شروع کردیم به ویدیو گرفتن، فهمیدیم چقدر ویدیو گرفتن رو دوست داریم و این یه گره خیلی خوبی با سفر خورد و باعث شد که همه لحظه هامون، تجربه هامون رو همه رو با شما شریک بشیم و خب این خیلی خوبه که اینجایید، خیلی خوبه که کامنت میذارید، واقعا حس خیلی خوبی میده. کسایی که اصلا ما رو نمیشناسن و حتی کسایی که ما رو میشناسن همیشه همراهمونن، همیشه انرژی میدن، این واقعا خیلی لذت بخشه. یه نکته‌ای که وجود داشت توی این ویدیوهای اخیر اینه که یه تعداد سوال همیشه تکرار شده. امروز میخوایم علاوه بر دیدن این برف زیبا به سوالات شما پاسخ بدیم. بیشترین کامنتی که تکرار شده بود چی بود؟ ویدیو بیشتر طولانی تر بذارید. دوستان، ما دوست داریم که ویدیو طولانی تر بذاریم، ولی ترجیح میدیم که کیفیت ویدیوها حفظ بشه و بتونیم، یعنی در آینده بتونیم تعداد بیشتری در هفته ویدیو بزنیم، ولی با همین تایم مثلا میانگینی که الان هست. و شده مثل قبلا هم شده بود که ویدیوهای بیشتر طولانی تری بذاریم، 20 دقیقه 30 دقیقه ویدیو بزنیم، ولی خب
چی میگم بهش، یه جورایی بعضی وقتا مثل نوار خالی پر کردن میمونه. واقعا اون چیزی که مهمه، اون چیزی که تجربه میکنیم، اون حرفی که داریم کوتاه‌تر زده بشه خیلی بهتر از اینه که طولانی زده بشه. گرچه که خیلی‌ها گفته بودین الگوریتم ویدیوهای طولانی کمک می‌کنه. ببین بچه‌ها واقعا ما هدفمون اصلا هدف الگوریتمی نیست. آره خیلی هدفمون روی این نیستش که مثلا الان ترند چیه یا الان الگوریتم چجوریه. ما دوست داریم واقعا اون چیزی که هستیم رو به شما نشون بدیم. آره و این چیزی که هستیم کوتاهه. کار هنری یه خورده چیزی هم هست، حسی هم هست، دلی هم هست. تو بعد ما الان این ویدیوهایی که الان داریم درست میکنیم همینایی که توش واقعا هستیم و توش خوشحالیم و بهترین ورژنی هستیم که جلو دوربین میتونیم باشیم و به نظرم اینو نمیخوایم تغییرش بدیم فعلا. سوال دوم اینه که اون بخاری خطرناکه. والله که خودمون میدونیم. ولی نکات ایمنی رو رعایت کردیم. دوستان نگرانن. مرسی که نگران ما هستیم و مرسی که نکات ایمنی رو به ما میگین. بله بخاری گازی واقعا خطرناکه. ما خیلی مواظبیم و اینکه اصلا قصدمون هم این نیست که موقعی که میخوایم بخوابیم ازش استفاده کنیم. بیشتر حالت گرمایشی داره. ما روشنش میکنیم یه هوایی میگیره گرم میشه، چون الان فعلا ماشین هنوز عایق نیست، درز هوا خیلی زیاده و جریان داره هوا. کما اینکه میشه یه ذرم پنجره رو داد پایین و این مسئله رو کنترلش کرد. ولی خب ما مواظب خودمون هستیم و از بخاری گازی با رعایت نکات ایمنی استفاده میکنیم و مشکلی پیش نمیاد. آره البته ولی قول دادیم به چند نفر که پرتش کنیم بره. سومین کامنتی که از همه بیشتر بود این بودش که کلی ایده، کلی نظر، کلی صحبت، تجربه در مورد اینکه شما چطور کمپر خودتون رو تجهیز کردین، چجوری بهتر تجهیز میشه، دسترسی ها از کدوم ور بهتر باشه، چجوری باشه و اینا بود. خیلی جا در مورد برق صحبت کردین، چیزایی که بلد بودین رو گفتین، از پنل خورشیدی گرفته. آره برای تجهیز ماشین ما یه سری حالات برنامه‌ها تو ذهن خودمون داریم که در آینده می‌خوایم پیاده کنیم. در حال حاضر فکر کنم مهمترین و سخت‌ترین چالشش تامین برقه، چون ما می‌خوایم طولانی سفر کنیم و تو حین سفر می‌خوایم ویدیو درست کنیم و ادیت کنیم و نیاز به یک منبع ثابت برق داریم. خیلی پیشنهادات دادن. یکی گفته بود که کیت 2 باتری بگیرین با اینورتور و از همون برقی که ماشین داره میتونین استفاده کنین. یکی هم که سولار پنل رو گفته بود. یه سولار پنلای از چسبیه، نیاز به باربند نداره. یه کامنت من دیدم گفته بودن سولار چسب. اینو اگر کسی بیشتر اطلاعات داره بهمون بگه، شاید ما باربند نذاریم و از همون سولارهای چسبی استفاده بکنیم ببینیم که چجوریه. خیلی‌ها گفته بودن دسترسی آشپزخونه و وسایلتون رو از در عقب بزنین، ولی خب مثلا من خیلی بهش فکر کردم. مثلا این چند روزه که باهاش سفر رفتیم ما همش که بیشتر یعنی تمام مدت درای بغل رو باز میکنیم و دسترسی از بغل واقعا راحت تره برامون. من خودم احساس میکنم اون در که باز میشه، درسته که یه سقفی بالای سره و میشه آشپزی کرد، ولی خیلی اینجوری زیاده، یه فضای خیلی گنده یه. شاید آدم جایی باشه که دلش نخواد مثلا همه زار و زندگیش بریزه بیرون. و از لحاظ حریم شخصی و اینا. آره مثلا من احساس میکنم برای من اینطوریه، ولی خب خیلی خوبه که این نظرها رو میدین. واقعا من پاشم برم یه چک بکنم دوباره قطع نشده باشه. منم یه تکونی بدم. خیلی برفش خوشگله. حل ویو رو براتون عوض کردیم. اون رشته کوه زیبا رو پشتمون ببینید. چقدر این عظمت قشنگه. خیلی منظره قشنگیه. واقعا بهترین برفی بوده که تا الان توشم. آخرین سوال این بودش که اون میز خشم میندازه به ماشین. چشم به خدا چسب دو طرفه گرفت. چسب دو طرفه. یه دونه از این شیبولک هایی که نرمالو اون ورش چسب داره گرفتیم دور تا دورش. منظورش نوار درزگیره بچه ها.
من نوار رو درزگیر گرفتیم که اون ورش بذاریم و کامل اینجوری میذاریمش به بدنه، دیگه خش نمیندازه. تا الان هم خش ننداخته. اون گازم که میگید آشپزی میکنید میپاشه و زرد میشه و اینا، خود گاز یه کاوری داره، یه چی میگن کیفی داره. اون کیفه رو ما همیشه پشتش میذاریم. برای ویدیو خوشگل سازی و ادایی و اینا پشتش نذاشتیم 2 تا دونه، ولی کتلت که روش سرخ نمی‌کنم که زرد بشه. که یه نکته‌ای هم که خیلی معدود کسایی بودن که کامنت گذاشته بودن گفته بودن این ماشین اصلا خوب نیست، این چیه رفتین خریدین. ببینید دوستان، هر کسی بودجه‌ای داره، نیازهایی داره و با توجه به نیاز و بودجه‌اش میره کاری که فکر میکنه خوبه رو انجام میده. روزی که ما آسنا رو گرفتیم مگه میدونستیم که روزی هم میفروشیمش و دیگه نمیخوایم با آسنا سفر کنیم؟ به هر حال تجربه است. این ماشین بر اساس بودجه و نیاز ما ماشین خوبی بوده تا الان. کما اینکه ایرادای خودش هم داره. آره که توی این صفره دقیقاً توی این مدتی که نشستیم پشتشو باهاش رانندگی کردیم، الان ارتفاع صندلی با فرمون واقعاً استاندارد نیست. آره یه مسئله است. یه مسئله است. یعنی اگه کوتاه باشی بخوای صندلی رو بدی جلو که پات به کلاج و گاز برسه، خب فرمون گیر میکنه به پات. خب برای قد بلندا بهتره. یعنی آره کسی که قدش بلنده راحت تر باهاش رانندگی میکنه. بعد یه حالت اینجوری قابلمه طوری داره که پایینه، مثلا ذره فرمون بالا نیست، سرشونه هات میفته. خب اینا هستش، ولی این دلیل نمیشه که ما بگیم این کلا بده. میدونید چی میگم؟ اگر موافقت لایکو بگو. همین بود حرفمون. وای سردمه. دلم میخواد تو اون جایی که عمق برف بیشتر بود برم خودم رو پرت کنم توی برف. بشم نمیشه چرخید. حالا چرا اینجا که عمقش زیاده اومدیم؟ بابا از سمت راستت برو، هر جا خاکیه برو. راست طرفه. عزیزم کجا حدیثه؟ اینها رد پامون اینجاه. من چیزه میخوام این تو داریم میریم تو دره. این تو دوای. میشه من اینجا بیافتم؟ بیافت. سرم به سنگ نخوره. مگه میخوای شیرجه بزنی؟ میخوام بیافتم. بیافت دیگه. سفته زیر. بیا با هم بیافت. نه منو نکشی ها. ببینی سفته. فیلمای خارجی که تو میبینی برفش نرمه. وایسا ببینم شاید من باید بپری. تو دیدی سفته چرا خودتو پرت کردی؟ شاید تو شل رفتی. ویدیو بعدی. سلام بچه ها، من تو دکتر مغز با آتل گرفته آرنج شد. سلام بچه ها، من دکتر ارتوپد اومدم. وای خیلی سرده، بریم دیگه، خیلی سردم شد. خیلی حال داد. خدافظ. استاد در حال تولید محتوا در محیط خیلی سخت کوهستانی سرما. یکی یا 2 تا و 3 تا و این جلو هم پره و 1 2 3 برف زیاد اومده. ما هم زنجیر چرخ نداریم، نمیخوایم. یه بار دیگه میشه بگیریم. وای خیلی چشمم میسوزه. این آلودگیه، قطعا این آلودگیه. چقدر خوشگل بود. چرا تاشیش نموندین؟ کمپر داره اونایی که اینجا بودین. اندازه قاب دری. پیج اینستاگرام خود آقا میلادم هست، تگشون میکنه. کمپر خیلی خفنی که دیدید مال